یه شب محمد تنها تو خونه بود. خانواده‌اش رفته بودن شمال. خودش مونده بود که یه پروژه طراحی رو تموم کنه. ساعت حدود 2:30 شب بود. هوا آروم، ولی یه حس سنگینی تو فضا بود. محمد داشت با لپتاپ کار میکرد. دنبال یه فونت مینیمال واسه لوگوی جدیدش. یهو صدای خیلی آرومی از سمت در ورودی اومد. انگار یکی با ناخن داشت بهش میکشید. از اون مدل صداهایی که مغز آدمو قلقلک میده. رفت سمت در، از چشمی نگاه کرد. هیچی نبود. برگشت سمت لپتاپ. دید در اتاق یه ذره باز شده، در حالی که مطمئن بود بسته است. رفت آروم درو بست. قفل کرد. برگشت نشست. چند دقیقه بعد صدای قفل اومد. دوباره رفت. دید قفل باز شده. هیچ کس نبود. ولی یه تکه کاغذ افتاده بود جلوی در. روش با خودکار قرمز نوشته بود: تو نباید قفلش میکردی. محمد داشت با خودش میگفت: خب شاید شوخی یکیه، شاید خوابم، شاید هم یه روح طراحی که از فونت انتخابی من خوشش نیومده. همون لحظه طبق معمول تو ایران برق رفت. نه فقط برق، اینترنت هم پرید. کولر خاموش شد و لپتاپ با یه صدای ناله‌وار خاموش شد. ممد تو تاریکی نشسته بود. فقط نور کم جون گوشی روشن بود که اونم نوتیف داد: الان دیگه نمیتونی قفلش کنی. اون شب تا صبح نخوابید. نه فقط از ترس، بیشتر از این که نمیفهمید چی واقعی بود و چی نه. فرداش همه چی عادی بود، ولی اون کاغذ هنوز هست. هر بار که میخواد درو قفل کنه، یه لحظه مکث میکنه. بعد با خودش میگه: اگه قراره بمیریم، حداقل با وجود برق بمیرم.